سلام دوستان، به جلسه سوم آموزش HTML و CSS خوش اومدین. توی این جلسه قراره با هم با دیو کار کنیم و بهش کلاس و آیدی بدیم و باهاش چیدمان صفحات وب رو قشنگتر و زیباتر کنیم. حتما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش حتما این کانال رو سابسکرایب کنین، باعث دلگرمی منه و حتما این ویدیو رو لایک کنین. پس بریم سراغ آموزش. اول بیایم پوشه رو در VS Code بالا بیاریم. Opening terminal code space dot. بعد بریم سراغ سایت w3schools.com. HTML بخش دیو بودیم. دیو کلن مخفف دیویژن هستش و میتونیم باهاش و با اونو CSS میتونیم ظاهر صفات رو، چیدمان صفحه رو تغییر بدیم. برای مثال اینجا به همون یک کدی آورده. برای مثال اینجا یک دیو داده، بعد نوشته آیم دیو توش، بعد گذاشت نوشته که دیو اگر میخوایم که یک تگ یا المنت رو یک المنت رو تعریف کنیم، باید نمیخواد که قبلش دات بذاریم، ولی امتحان بکنیم اینو میگوییم که اجازه نمیده. شاید خود سایت اینجوریه، نمیدونم. اینجا هم گذاشته که بک‌گراندش کلرش رو هشتگ FFF4A3. این کد رنگیه که میگه رنگش عوض کن این باشه. حالا بریم ادامه. اینجا به همون یک دیو داده، اینم هیچی. اینجا نه همینطور، اینجا هم همینطور. فلوت هم که میدونین چپ راسته. فلوت رایت بذاریم عکس میره سمت راست، فلوت لفت بذاریم میره سمت چپ. اینا هم برای HTML پیشرفته است، HTML CSS پیشرفته. اینم همینطور، اینا کلا همینطوره. حالا بریم سراغ اتریبیوت کلاس. کلا چیزایی که داخل یک مثلا element قرار میگیرن، بهشون میگیم یک اتریبیوت. مثلا استایل که داخل یک چیز قرار میگیره، مثلا یک استایل دیگه هم وجود داره. بله، مثلا استایل element استایل هم وجود داره، اونا element هستن. ولی چیزایی که داخل یک element قرار میگیره، مثلا یک کلاس، آیدی، مثلا استایل و اینا اتریبیوت هستن، بهش میگه اتریبیوت. ولی چیزایی که بیرون داخل اونا هستن، یعنی مثلا h1 و اینا بیرونشون هستن، اونا بهشون میگین element. کلا اینا رو من قاطی میکنم ولی نمیدونم چرا. حالا بریم ادامه. اینجا بهمون به یک دیو کلاس سیتی داده، سیتی. اینجا هم بهش بک‌گراند کالر تومیتو داده، گفته که کلاس کلا چیزه. مثلا به یک h من میگم من به یک h کلاس میدم، کلاس h. بعد توی بخش CSS میگم که دات h به المنتی که کلاس h داره بهش بک‌گراندش عوض کن، رنگش عوض کن، بهش بوردر بده، مارجین بده، پدینگ بده، ویدت بده، هیت بده. اینجا هم همینطوریه، سیتی داده، کلاس سیتی. بعد گفته به المنتی که کلاس سیتی داره بک‌گراندش عوض کن، کالر، بوردر، مارجین، پدینگ. مثلا گفته بک‌گراندش تومیتو گوجه‌ای باشه، رنگش هم سفید باشه،
بوردر باید داشته باشه. 2 پیکسل جامد بلک. مارجین از بالا پایین چپ راست 20 پیکسل باشه. از بیرون پدینگ هم که از تو هستش اونم 20 پیکسل باشه. سپنم همینطوری مثل دیو برای چیدمان صفحه قرار میگیره. سپن اینجا همینطوری یه سیتی داده بهش، دات سیتی. اینم جاوا اسکریپت پیشرفته هستش. حالا بریم سراغ اتریبیوت آیدی. اینجا مثلا من اینو بیارم اینجا داخل کد خودمون که وقتی داخل تلگرام مثل بلک کد بفرستادم خودتون توی خونه تمرین کنین حتما اگر میخوایم برنامه‌نویسی رو به صورت اصولی یاد بگیرین. من اینجا گفتم h1 اینجا h1 نداره. خوبه پس حالا بهش آیدی دادم، آیدی مای هیدر و اسمش هم همینه. حالا بیایم اینجا بنویسم هشتگ مای هیدر و کروشه باز میکنم. آیدی قبلش حتما باید هشتگ باشه. کلاسم اگر تعریف کنیم باید قبلش دات باشه. اینو حتما یادتون باشه. میگم بک‌گراند کالر باشه کرمی باشه. حالا اینو باز کنیم در لایو سرور. همینجا کرمی داد بیارم. اینم از اینم برای پیشرفته است. اینم همین. حالا بریم سراغ هد. اینا هم برای پیشرفته است فکر کنم. آره پایین برم لینک هم گفتم بهتون. اینا متا کلا اینا برای HTML CSS پیشرفته است. لایاوت هم همینطور رسپانسیو. اینا سیمبولز بریم اینا خوبه. مثلا این مثلا میخوام که یک چیز بنویسم با یک سیمبل، مثلا این علامت فکر کنم یوروه شاید، البته نمیدونم چیه. مثلا میخوام بذارم که مثلا می‌نویسم مثلا بریم اینو استفاده کنیم. من اینا رو پاپ میکنم اینجا می‌نویسم 10 ران کنم اینجا 10 یورو. همینطوری مثلا چیزای HTML هستش دیگه. اینا هم کلا همشونه. شماره هاشون هم اینه. فکر آره یوروه، اسمش یورو هستش پس درسته. اینا هم کلا سیمبل هستش. اینا هم ایموجی هست. ایموجی ها مثلا این مثلا بریم اینا هم امتحان کنیم. اینجا این h1 هستش بزرگه، اینم h2 هم اینه. من اینو امتحان کنم. اینا هم بیاریم اینجا کپی کنم بیارم جای این. آدمه که سنگی. کارستم اینم واسه چیزه. اینم همینطور بریم سراغ فرم بریم. اینم برای HTML CSS مقدماتیه. بریم اینو امتحان کنیم اینجا. اینو کلن کپی کنم فرمو. حالا توضیح بدم اینو کلن اکشن اینو بیخیال بشیم. اینو این برای PHP هستش. حالا بریم که توضیح بدم بهتون. این نفاره همینطور اینو بیخیال بشیم. این فورها رو بیخیال بشیم کلا. تمام شد. مثلا اینا مثلا لیبل، مثلا این یک اینپوته. الان این یک مثلا یک اینپوت کلا ببینین که معنیش چی هستن.
معنی اینپوت اینجا نوشته. اینپوت ورودی هستش. مثلا میتونیم اینجا اسم رو بنویسیم، اسمش جان دویی هستش اسمش. فکر کنم نورم کم شد. داره حالا اینجا اینپوت، مثلا اینجا اینپوت تایپش نوعش تکسته. اینجا میتونیم مثلا بذاریم فون، مثلا پسورد، مثلا رمزنگاریه، مثلا تل، همینطوری تلفن مثلا. اینا من میذارم مثلا اینا نیم که نداره تکست خوبه همون قبلی. اینا هم اینجا میذارم پسورد. این سابمیت هم اینا رو چیز بکنم، value submit. آیدی این مثلا اینه، میتونیم رنگش رو عوض کنیم. اینا آیدی اینا دوربین چه شده نمیدونم چی. حالا فکر کنم این خوبه دیگه، همین خوبه. حالا بریم ادامه. اینجا این لیبل مثلا این بالای یه چیز قرار میگیره، همینجا. از همینجا توضیح بدم خوبه. این دارم کلا پاک این باشه اشکال داره. اینجا مثلا لیبل برای اینپوت اینه. مثلا تایتل، مثلا تایتل یک صفر میذاریم لیبلش اینه، مثلا این تایتل اسمشه دیگه. حالا اینجا میچی فرست نیم داشت. اینپوت تایپش نوعش تکست، مثلا نوع تکست هستش، نوع پسورد، نوع تلفن. نوعش فکر کنم زیاد اینجا. نه اینجا نمیاد، توی اینجا امتحان کنیم. کلا زیاد اینجا. مثلا چک باکس چک میزنیم، رنگ، دیت زمان تمام ایمیل، فایل، هایدین ایمیج. اینا کلا زیاده خیلی. اصلا این بتن میشه سابمیت. اینا مثلا اینا این تکست خوبه. مثلا بیام اینا مثلا اینجا بذارم value، بذارم name، value اینو بذارم مثلا بذارم password. حالا میبینیم که تغییر اینجا که اینجا می‌نویسیم اینجا مثلا این یک فرمه، بازی همینطوری شد. مثلا این یک فرمه، مثلا اینجا اسم می‌نویسم، اینجا میذارم سابمیت، میره به دیتای پی اچ پی. اونجا این ارور داد پس مثلا گفت که اینجا همینجا گفت اینجا میاد. نکنم پی اچ پی اینجا. زیاد سرتون رو با این چیزا درد نکنین. بیایم عقب. اینم پک کنم اینجا. حالا بزنم ران. آها اینم آیدیشه، میتونیم رنگش رو عوض کنیم. value ارزشه. مثلا توی این value مثلا معنی خودش مقداره. مقدار داخل خود این پسورد باشه. مثلا برای کاربر، مثلا یک کاربر میاد داخل سایتمون، مثلا بهش راهنمایی میکنیم که توی این باید پسورد بنویسی یا همینطوری مثلا اینجوری. بیارم که آقا تو میدونین لیبل اینه، لیبل این همینه. اینا هم که باید پاک بشه. اینا هم فکر کنم برای پی اچ پیه. آیدی اف نیم همین. آسون خیلی همینه. حالا بریم ادامه. فرم اتریبیوت، بریم پایری. اینجا گفته که تکست هستش، رادیو هستش. رادیو چیزه، رادیو گفته یه چیز دیگه است. یه امتحان کنیم. اینم اینجا بنویسم رادیو.
این چک باکسه همینطوری. این چک باکس که اون قبلی گفتم اون تیک میخوره، این نقطه است. اینم نکن بهتون امتحان کنم، خودتون ببین این رو تمرین کنین یادتون میمونه خونه. آها اینجوری تیک میخوره. بطریم که دکمه است، لیبل فور اینا، فور هم که این همون چک باکس اینجا. این رادیو هستش، اینجا گفته که رادیو، اینجا نگفته فکر کنم choose your favorite web language. HTML خوبه، HTML واقعا خوبه برای طراحی سایت. اینجام چک باکسه، مثلا اصلا یکی رو انتخاب میکنیم، مثلا برای سایت هایی که دارن میخوان آزمون بذارن داخل سایتشون این عالیه. و اینا رو با چک باکس ها رو با CSS خیلی از این قشنگ‌تر میکنیم. توی ویدیوهای بعدی انشالله اونا رو هم حتما میذارم ببینید. اینا هم همینطوریه. این که فارم تموم شد. اینا برای چیزه، کلا همشون گفته اینجا. HTML canvas اینا رنگشه، اینم چی. بریم سراغ مدیا. مثلا اینا به HTML ربط نداره فکر کنم. آره ربط نداره. مثلا MP4 MP3 OGG اینا پسوند های یک فایل هستن. مثلا این برای MP4 اینا OGG اینا. حالا بریم ویدیو. چجوری میتونیم توی یک چیز مثلا این لینک اینو کپی کنم من اینجا، کپی ادرس نیست اینجا. دانلود رو بزنم اینجا مثلا، اگر بیادیم ببینیم چی میشه. آها اومد. اینو کنسل بزنم، اینم بذارم داخل دسکتاپ همینجا. خوبه. استارت رو بزنم، دانلود شد. حالا بیایم اینا کپی کنیم، کنترل C بزنم اینجا. این کنم بیاین توضیح بدم قبل از اینکه ویدیو رو بذاریم داخل چیز. این تگ ویدیو رو قبل میذاریم، قبلش تگ ویدیو رو میذاریم. این باز همینطوری شد. تگ ویدیو رو میذاریم، بعد مثلا ویدیو که میخوایم هر چی میخوایم میتونیم بذاریم، میتونیم نذاریم. بعد کنترل رو باید بذاریم، مثلا این کنترل این هستش، مثلا اینجا کنترل میکنیم، مثلا این هستش، اینا صدا اینا. بعد سورس اینجا دوتا ویدیو گذاشته، اینو پاک میکنم. مثلا اینجا پای می‌نویسم که اگر چیز شما این ویدیو نشان داده نشد، این متن نشان داده میشه. من این ویدیو رو بیارم داخل چیزمون، داخل پوشمون بندازم. حالا بیام اینجا، اسمش چیه؟ move underline bbb. move underline اینه. حالا بیایم داخل سایتمون ببینیم که میاد یا نه. ببینیم که اومد همینجا. مثلا اینجا میتونیم بگذاریم که وید 300 پیکسل اینا بزرگتر کنیم.
پیکسل نذاشته. همون قبلی میشد، پس فرقی نداره. میذارم روی 500، اینم میذارم روی 600 مثلا، شانسی. نکنین دوستان، این کنترل من نظرم، اینجا کنترل زل من نظرم، ببینید که چی میشه. این که اصلا تبدیل به عکس میشه، همینطوری. ببینیم که این تبدیل به عکس میشه. حالا بریم ادامه، ببینیم که چی گفته. کنترل گفته که اتریبیوت کنترلز اینا لایو پاوز اینا رو باید داشته باشه، داره. باید بذاریم سورس، میذاریم بعد از سورس اینجا گفته سورس بلند، بعد سورس کوچیک RC. این مخفف اینه دیگه، باید یادتون باشه. حالا بریم ادامه ببینیم چی هستش. این تگ ویدیو برای کروم نسخه 4، مرورگر ایدج برای ویندوز مایکروسافت نسخه 9، فایرفاکس هم 3.5، سافاری 4، اپرا هم 10.5 باید باشه برای دیدن این چیزا. حالا بریم سراغ اودیو. اودیو هم مثل چیز دیگه همینه. این صدای اسبه. این اودیو ادرس رو کپی کنم، کپی کردم. حالا بیام کنترل سی بزنم، بیارم داخل اینجا، کنترل وی بزنم، بعد این رو توی یکی از اینا بذارم، کنترل وی. چقدر بزرگ شد واقعا. سورس وی اینم بذارم روی کنترل وی. حالا بریم میاد، ولی من آدرس زدم درست کار نمیکنه. اینجا کجا بودون؟ فکر کنم اینه. save audio has دسکتاپ رو بزنم من. حالا بریم اون صدا رو بیاریم بندازیم داخل اینجا. OGV بذاریم اینجا. این رو هم کلا پاک کنم اینجا. اینم وی بذارم. حالا بریم امتحان کنیم، بازم کار نمیکنه. باید MP3 دارم کنیم. MP3 بریم اینجا، بزنیم اینجا دانلود آهنگ. مثلا شانسی ها رو میدونه. حالا بیایم بندازیم، حتما باید بیاد. فکر کنم همین آهنگ بود. بیاریم بندازیم داخل اینجا. حالا این اسمش چیه؟ جونی.
اینم mp3 کنم mp3. حالا بریم ببینیم داخل سایتمون. حالا اومد همینه، درست خودش اومد. حالا ببینیم که چی مونده. با اینجا کنترلز و اتوپلی اگه میخوایم میتونین باشه. کنترلز رو برداریم که خودتون میدونید چی میشه، ولی اگر اتوپلی بذاریم خودش اتوماتیک پلی میشه توی مثلا سایت هایی که توش میریم خودکار آهنگ پخش میشه اونجوریه. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. خیلی حتما کانال رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین. من این فایل زیپ این جلسه رو هم توی کانال تلگرام مثل بلک کد که توی دیسکریپشن یا روی ویدیو قرار میدم که بتونین دانلودش کنین. حتما تمرین کنین و حتما از کانال حمایت کنین. بدرود تا